اگر این 4 تا نکته رو نمیدونی کرم پودر نزن. اول از همه باید شما یه زیرساز مناسب انجام داده باشین، یعنی پوست صورتتون رو شیپ کرده باشین، پاکسازیتون رو انجام داده باشین، آبرسان زده باشین و حتما زیر کرم پودرتون پرایمر زده باشین. دومین مورد، کرم پودرتون رو روی دستتون و یا روی یه دونه پلت حتما گرم کنید. سومین مورد، حتما کرم پودرتون رو اول با براش روی صورتتون بخوابونید. مورد بعدی، حتما با یه بلندر نمدار کرم پودر رو روی صورتتون تپ تپ کنید. بچه‌ها به هیچ عنوان روی صورتتون بلندر نکشید، چون این کرم پودر به خورد این میره و روی پوستتون خط و خطوط ایجاد میکنه. حتما از پودر فیکس رنگ پوست خودتون استفاده کنید. امیدوارم این ویدیو به کارت بیاد. حتما برای دوستات بفرست که اونا هم این نکات رو رعایت کنن.